خب خیلی خوش اومدید. منتظر شما بودیم، یکم با تأخیر رسید یا ما زودتر شروع کردیم. جناب آقای شیخ محمد بسیج که ایشون هم 7 سال و نیم حکم داشتن که 5 سال رو گذروندن، ولی خب اگر حوزه اندیشه و عقیده نبود، به هر بالاخره مجرمی که دزدی کرده، سرقت کرده، قاچاق بوده، هر چی بوده، بعد از این دیگه آزادی مشروط میدن، مرخصی متصل با آزادی میدن، یعنی همه اینها آزاد میشن. ولی متاسفانه حوزه اندیشه اینگونه باهاش برخورد نمیشه که بایستی تلاش کنیم این اتفاق بیفته. تمام این صحبت امروز ما که حالا با مهندس کهندل صحبت میکردیم و ادامهش میخوام با جناب آقای شیخ محمد بسیج که روحانی بودند، روحانی هستند، ولی به هر حال گرفتار این مسائل عقیدتی شدن، ادامه بدیم. این است که اندیشه رو بایستی با اندیشه جواب داد. امیرالمومنین میفرمایند حتی با خوارج که حرکت کردن، اون جنایت ها رو انجام دادن، شمشیر کشیدن، میگن اگر سخن بگویید با احتجاج و حجت جواب میدن، اگر سکوت کنید سکوت میکنید، این آبروتون هم نمیبرید، و اگر شمشیر بکشید شمشیر. من تا اینجای کار با عزیزانی که به خصوص همین امروز برای مثال اومده بودیم، این 7 نفر عزیزی که از زندان 3 روز مرخصی اومدن دیدار با اینها داشته باشیم، من میبینم که نه تنها در مقابل نظام نایستادن، به نوعی حکومت شیعی و قدرت شیعی ایران قبل از ظهور رو زمینه ساز میدونه. یعنی در این بستر است که لشکر صاحب الزمان تشکیل میشه. خب رسیدن آقای بسیج در اون 30 ماه حبس دوم شما بودید که 30 ماه برای شما بریدن. خب ببینید توی حکم دوم 2 مرتبه نشر اکاذیب برای من به اصطلاح حکم رقم خورد و بعد از اینی که این قضیه اتفاق افتاد، من رفتم کتاب قانون رو باز کردم و ما رو فرستادن بند روحانیون. تو بند روحانیون طلبه هایی بودن، با هم دیگه شروع کردیم راجع به اتهام بنده از روی کتاب هایی که اونجا بود شروع کردیم گفتگو کردن. داخل بند ویژه روحانیت طلبه هایی که اونجا بودن، بعضیاشون ایمان آوردن. بعد به دلیل اینکه طلبه ها از جهت اونها منحرف شده بودن، از جانب بند هدایت شده بودن، چون مبنای روایی بود، اینها بنده رو فرستادن بند عموم. وقتی من رفتم بند عموم، توی بند عموم من کتاب قانون رو اونجا بین زندانیان نمیدونم اونجا اکثرا مالی بودن و زیر حکم یعنی قصاصی بودن، اونجا بودن، باز کردم نگاه کردم دیدم حکمی که دادگاه من داده غیر قانونی هم هست. ماده 698 قانون مجازات اسلامی جزو جرائم قابل گذشته و دادستان و نماینده مدعی العموم حق نداره در جرائم قابل گذشت بدون وجود شاکی خصوصی شروع به تعقیب و یا اجرای حکم مجازات رو انجام بده. من اعتراض کردم به دادگاه ویژه روحانیت در تهران که مرکزشون بود، اعتراض کردم که آقا تقاضای اعاده دادرسی کردم، گفتم این حکم غیر قانونی است. طبق قوانین اینجا زندان قم بودیم. زندان قم بودیم، دادگاه ویژه روحانیت قم، برای بار دوم. من دفعه اول بعد از مناظره، دفعه دوم قبل از مناظره دستگیر شدم. بعد که اعتراض کردم و اینها، اولش به من گفتن، اون مسئولش گفت حرف شما درسته، قبول داریم، این میره برای شعبه اهم ارز. بعد که پیگیری کردم رفتم توی اونجا، اومدن در تهران رفته بودم برای همین پیگیری لایحه هم و اینا، و من جلب کردم. اومدم گفتم من مشکل نبوده، مثلا با وثیقه بیرون بودم، برای چه من رو آوردید؟ گفتن که شما رفتی دیدار آقای جوادی آمولی. گفتم خب مگه دیدن آقای جوادی آمولی جرمه؟ خلاصه دوباره این داستان ادامه پیدا کرد. من نزدیک به 20 ماه 22 ماه از حبسم رو گذروندم، شاید هم 24 ماه یادم نیست، گذروندم
دیدم پیگیری های من نتیجه نمیرسه. اومدم مرخصی نوروزی چند روز، من 3 روز یا 4 روز یادم نیست، تا 4 و 5 عید مرخصی دادم دادگاه ویژه روحانیت قم. من اومدم برای تمدید، گفتم میخوام بریم مشهد، تقاضا کردم این درخواست من رو تمدید بکنید، مرخصی برم زیارت کنم برگردم. گفتن نمیشه. بعد به خانواده گفتم که اینطور دیگه نمیشه با اینها ادامه بدیم، این دیگه از حوصله انسانی و حوصله اخلاقی هم دیگه خارج شده. قانون که هیچی، غیر قانونیش که هیچی، این دیگه از انسانیت هم واقعا دیگه خارج شده. و من گفتم من دیگه نمیرم زندان، بیام من دستگیر کنم، حکمشون غیر قانونی. بعد خلاصه زندان نرفتم. اینها اومدن یه کار زشت دیگری هم انجام دادن. توی بار دوم که من دستگیر شدم، عرض شود سال 95 بود، بهار 95 که دستگیر شده بودم. بهار 95 دیگه نرفتم، تقریبا تا شهریور ماه من غیبت کردم از حکمی که اینا داده بودن، چون که میخواستم تمام ملک 30 ماه رو من داخل زندان باشم. یعنی ما 30 ماه داریم، باید 30 ماه باشیم. هیچ مجرم خطرناکی با شاکی خصوصی توی زندان وجود نداره که باید کل دوران حبسشون رو بخواد ستایی بکنه. همشون یا عفو بهش میدن یا عفو مشروط یا نمیدونم تعلیق. آزادی مشروط دارن، مرخصی متصل به آزادی دارن. یعنی واقعا با رأفت اسلامی شدید با هر مجرم خطرناکی نظام مواجه هست، الا اون کسی که میگه آقا ما منتظر امام زمان هستیم، عاشق امام زمان هستیم، ما میخوایم زمینه سازی برای ظهور بکنیم، آماده باشیم برای ظهور. همین جرم ما به عنوان یمانی چیست؟ میگیم زمینه ساز ظهوره، منتظریم که اگر وقت شد بریم کمک حضرت. همین. خلاصه این قضیه ادامه پیدا کرد. شهریور ماه دستگیر شدم، 2 مرتبه شهریور ماه که زندان دستگیرم کردن. در ایام دستگیری فرزند دوم بنده در حالی که من بازداشت بودم گفتم که اجازه بدید خانومم اون موقع به دنیا اومد، همین دخترم نرگس، فکر کنم شبکه‌های مجازی گذاشتن بابا من آزاد کنید، نقاشی کشید رو برام. در سال 95 من که دستگیر شدم، عرض شود که من دوباره فرستادن بند عموم، یک نامه سرگشاده نسبت به آقای خامنه‌ای اون موقع منتشر کردم از طریق تلفن. بعد که منتشر کردم، بعد از 1 هفته دادیار اون موقع اسمش آقای انصاری ما رو خواست، گفت شما نامه سرگشاده به آقای خامنه‌ای گفتم بله. گفت برای چی دادی؟ گفتم حقم رو مطالبه کردم. گفت گردن کلفتی میکنی؟ گفتم نه. گفت حالیت میکنم، هیچ غلطی نمیتونه بکنی. به ایشون گفتم هیچ غلطی نمیتونه. گفتم شما اومدی کار غیر قانونی غیر شرعی انجام میدی، طلبکار هستی، به جای اینکه سر بریزی پایین و خجالت زده باشی در منظر خدا و رسول و در منظر مردم، خیال میکنی چون قدرت داری هر کاری خواستی میتونی بکنی. زشته واقعا، بس دیگه. خلاصه بعد از اینکه من تندی کردم، من فرستاد انفرادی. یه هفته 10 روزی انفرادی بودم. بعد اطلاعات اومد ما رو برد، با ما صحبت کرد، گفتش که ما در جریان امر قرار گرفتیم، میدانیم که به شما ظلم شده، ما موافق این قضیه نبودیم و نیستیم. این راه حل اندیشه، موضوع اندیشه و عقیدتی راه حل امنیتی نداره. ما با داعش برخورد میکنیم، نه با کسان مؤمنی که منتظر ظهور هستن. ما خودمون خجالت میکشیم از خانواده هاتون، از خودتون. این کار درستی نیست، اجازه بدیم ما حلش کنیم. گفتم بسم الله. بعد گفتن که ما میریم اینا حلش میکنیم، شما به ما اعتماد بکن. بعد ما گفتیم که خب ما چجوری حلش بکنیم؟ گفتش که الان برخی از دوستان انصار اومدن و علیه حاکمیت میگن اینا طاغوتن، اینا یزیدن، اینا معاویه‌ن فلان. گفتم خب این ادبیات صحیحی برای گفتگو نیست. من اگر به کسی بگم تو یزیدی، دیگه باید بگم هیهات به نظر بیارم شروع کنم باش جنگیدن. نه، من میگم که افرادی که مقابل نظر افراد ناآگاهی هستن، نیتشون خیره. نه، من همچین تعابیر رو نمیگم. اینها
نمیخوان بشنون، خیال میکنن که چون آقای ایکس تایید نکرده پس باطله، ولی اصلا آقای ایکس خبر نداره داستان چیه. اصلا ما رفتیم پیش آقای جوادی آملی، اجازه ندادن باش صحبت بکنیم، اومده من جلب کرده به خاطر 20 دقیقه ما رو جلب کرده. خب این گفتن نه، ما اگر این موضوع امنیتی حل بشه و معلوم بشه اطلاعات کو معلوم بشه که شما جریانتون قصد براندازی ندارید، ما بهتون اجازه میدیم که بیایید توی حوزه گفتگو بکنید. گفتن چیکار بکنیم؟ گفتن شما کمک بکنید که این از جریان امنیتی خارج بشن. بسم الله، ما در خدمتیم. خلاصه بعد ما رفتیم مکتب با آقای موسوی. پس دفعه اول شما مناظری بود که دعوت آقای شهبازیان رفتید، فرداش بازداشت شدید. دفعه دوم نه، دفعه اول بعد از دیدار با آقای شاهرودی اداره اطلاعات ما دستگیر کرد، فردای جلسه با آقای شاهرودی. دفعه دوم بعد از مناظره با آقای شهبازیان، دفعه سوم قبل از مناظره با آقای دکتر عرفانی. خب این تا اینجای کار و نهایتا دفعه اول 1 سال حبس، دفعه دوم 30 ماه. بله. میرسیم دفعه سوم. بفرمایید. دفعه سوم از سال 95 که من آزاد شدم، ما رفتیم برای حل مسئله امنیتی که انصار مقابله با نظام، مثلا ما با آقای موسوی مکتب با مسئولین مکتب صحبت کردیم که آقایون اداره اطلاعات به ما تو بازجویی همچین حرفی زدن که برخی از دوستان یک تعابیری رو به کار بردن. آیا شما اون تعابیر رو قبول دارید، تعابیر تند طاغوت و یزید و اینها رو، یا اینکه شما گفت نه، این شیخ ناظم العقیلی خدا حفظش بکنه، ایشون گفتش که سید علیه السلام گفته ما خواهان امنیت و سلامت تن حکومت شیعه هستیم، چگونه میخوایم اونا رو برای ما قوتشون رو میخوایم. و سید حمامی رحمت الله علیه اون موقع اونجا بود. گفتیم که میشه این مطالب رو در بیانیه ها منعکس بکنید، انصار گمان نکنن که این مواضع شخصی ماست، چون جناب بسیج میدونن برخی از انصار به خاطر این اعلام موضع ما یه حالتی پیدا کردن که ما جاسوس نظام شدیم و میخوایم یه جوری راپورت بدیم، یه جوری فضا رو بریم به سمت این. گفتیم به مکتب میشه اینو در بیانیه ها منعکس بکنیم؟ گفتن بله. بعد که ما از مکتب برگشتیم، در بیانیه های متعدد مکتب شریف سید احمد حسن علیه السلام این رو عنوان کرد که این دعوت اعتقادی است، هدفش زمینه‌سازی برای ظهوره و در مورد حاکمیت ایران ابداً قصد ما براندازی نیست. حتی در خصوص جریان براندازی و تظاهرات و اینها مکتب ازشون سوال کرده بودن که سال 96 بود فکر می‌کنم که ما شرکت بکنیم در جریان. گفتن هر کسی قصد داشته باشه میان انصار و حکومت ایران فتنه ایجاد بکنه از او برحذر باشید، از فتنه و فتنه‌گران برحذر باشید. ما قصدمون یک دعوت عقایدی است. بعد این رسید به سال 99. سال 99 آقای شریفی، شما خاطرتون هست، در فضای مجازی از تصویری شروع کرد با یک ادبیات خیلی لات کوچه خلوتی شروع کرد به کرکری خوندن برای ما. دعوت میکنیم به مناظره اگر سواد دارید و اینا. بنده از اداره اطلاعات اون ضابط قضایی مشورت گرفتم که آقا فلانی از ما تقاضای مناظره داره، اجازه میدید؟ گفتن اگر میخواید بکنید، الان اشکالی نداره. گفتم که شما از من زنگ زدید که آقای شریفی میخواد مناظره. اینجا در واقع آقای شریفی از من خواست. ما گروه مهدویتی نداشتیم، سرای قلم بود. آقای شریفی خواست که یک مناظره با یمانیون برگزار کنه، یعنی تقاضای این مناظره توسط مخالف یمانیون بود. اونم گروهه که حتی قوم که اساساً در تندروی و حتاکی شهره آفات. منم گفتم بسیار خوب، از شما دعوت کردم، مستجلس مناظره انجام شد که بعد دیگه دوستان پیشنهاد دادن که برای اینکه بحث تخصصیه تو گروه سرای قلم نباشه، بیاد گروه مهدویت سرای قلم باشه که دیگه تشکیل شد. تا الانم هر شب ادامه داره، دیگه داریم میرسیم به نزدیک به 4مین سالش و الان 1700 و فکر میکنم 4مین نشست و امشب داریم که انشاءالله همین رو برای امشب پخش میکنیم. خب مناظره اولتون انجام شد. آقای شریفی جمله‌ای نوشت، آره خودش تقاضا کرده، خودش هم
گفته ما یه سری نفوذی داخل یمانیون داریم که قربناس بعدا برگردن و نفوذی ما هستن که حالا احتمالاً من برداشتم اینه، نمیخوام به زرس خاطر بگم آقای پولازر به نظر میاد مأموریت دوش از طرف اینها به نظر من این گونه میاد. گفت ما نفوذی داریم. خب پس من به عنوان کسی که با تقاضای مخالفین خیلی بالاخره تند یمانیون جلسه رو تشکیل دادیم. جلسه اولشون یه بیانیه‌ای داد که آقای دکتر خزعلی غیر ناعادلانه برخورد کرد. گفتم بالاخره یا ناعادلانه است یا غیر عادلانه. این منفی در منفی مثبت میشه، یعنی عادلانه ما رفت. بعد گفتم آقای شریفی عزیز تو میگی من وقت به آقای کهندل بیشتر دادم. خب این تلگرامه، یه بچت بگویم تایم بغلش هر کدوم نوشته ایشون چقدر صحبت کرد تو چقدر، این تایما رو جمع بزنن 4 دقیقه و خورده تو بیشتر صحبت کردی، بعد بیانیه میدی که ما وقت رو غیر ناعادلانه به شما اختصاص دادیم. قشنگ نیست. خیلی در واقع برداشت من این بود. در تمام این 4 سال مناظرات زیادی بود، عزیزان زیادی اومدن از همین قم، مشهد، انجمن حجتی تهران. ما 5 شب ضد یمانیون بودن، 1 شب بحث مرتبط نبود ولی باز اون فرد هم ضد یمانیون بود ولی بحث بهاییت بود و 1 شب آقای موسوی از یمانیون بود. خب بقیه هم که آقای دوستری که یه جور بنا سرش اومده بود، هر کس از یمانیون اومده بود صحبت کرده بود. اون عزیزی که در جنوب کار میکرد توی تشکیلات پارس جنوبی اونجاها بود، خودش و همسرش هر دو و خانم موسوی و شوهرشون که بودن هر دو محکومیت داشتن، اذیت شدن. دونه دونه یمانیون با یه حکم کشوندنشون کنار. اون یا آقای موسوی که دیگه رفته بود سوئد در هجرت بود و در غربت بود داره صحبت میکنه. تا ادامه دادن تا قبل از ماه مبارک و با ماه مبارک به دستگیری شما دیگه کار رو تموم کردن. آقای روستری هم که خواستنش تا آخر فروردین بیا و از اون برم آقایون مخالفین یمانیون که 5 شب صحبت میکنن یه دفعه با هم دیگه تصمیم گرفتن نیا. اینا ما نمیپسند. حالا من دارم در جمعه ها اخلاق مهدوی میگم که اساساً ما برخورد حق تعالی و انبیا و اوصیا با اونهایی که بهشون اهانت حتی میکردن چی بوده. ممکنه یه جایی برخورد بشه بسته مورد، یه جایی برخورد بشه برخورد قانونی بشه، یه جایی با لطف باشه تا نهارم بده امام حسن با کرام با فضل، یه جا با فضل، یه جا با عدل. هیچ جایی ترک تکلیف نیست. اگه ما تکلیف داریم در دعوت و در مقابله با بدعت نمیتونیم قهر کنیم که آقا فرعون ما بد برخورد کرد. من دیگه دعوت همون نمیرم اصلا سراغ فرعون، نه اون بد برخورد کرده. اذهبوا الی فرعون انه طغی کرد، تو برو و قول له قولا لینا و با او با قول لین و ملایم صحبت. این قصه ها رو تا اینجا پس 99 این جلسات شروع شد و شما بودید تا رسید به این جایی که باز برای شما پرونده جدید تشکیل دادن که من دیدم در دادنامه آوردن در صورتی سوال میکردید. ایشون سوال کرد از اون اجازه گرفتم وزارت اطلاعات، گفتن اشکال نداره برو شرکت. به من گفتن اشکال نداره. بعد یک موانعی در درون خود انصار برای ما ایجاد کردن. ما گفتن حق نداری مناظره بکنیم، با اینکه من اجازه گرفته بودم برای مناظره از خادم. جلسه اول جلسه دوم تقدیر کردن اینا. خلاصه مسائلی از داخل ایجاد شد. بعد من از مکتب استفسار کردم آیا اجازه هست ما شخصی مناظره بکنیم؟ مکتب رو اشکالی نداره. بعد این گفتگوها رو که ادامه دادیم، بعد دیدیم که اداره اطلاعات از نتیجه این گفتگوها خوشش نیامده بود. نتیجه‌ای که او می‌خواست حاصل نشده بود. او می‌خواست که ما در این وسط به عبارتی محو بشیم یا به عبارتی خب در واقع همون قصه‌ای که مناظره با آقای جوکار پخش نشد فیلمش، اما اینجا دیگه زنده بود. دقیقاً اینجا زنده بود تا 200,000 نفرم رسید و این گفتگوها پخش میشد.
نتیجهش این شد ما اول که هنوز جمعیتی نبود، تازه شروع شده بود، یکی از آقایون مشهد که اومد در مناظره با آقای پورآذر پاس گل داد بود، گل باز نمی‌زد، این پاس گل رو میداد اون تو گل نمیزد، میزد به دیرک رو یا قط میزد. ایشون منو تهدید کرد رسما تهدید کرد این گروه ببند وگرنه ما با تو بحث علمی نمی کنیم، میخوام آبروت رو ببریم. خب حالا با قول قوه الهی تکلیف بود ایستادیم تا اینجا رسیدیم. دوباره برای شما یه سالی 2 سال بریدن. بله، فکر میکنم شهریور ماه اداره اطلاعات منو خواست، گفتش که ببین تا الان ما ازت حمایت کردیم، اجازه دادیم، از حالا بعد اگر بخوای ادامه بدی ما دیگه ازت حمایت نمی‌کنیم. گفتم چرا؟ گفت دادگاه از این قضیه ناراضیه. گفتم دادگاه ویژه روحانیت وظیفه ذاتیش مقابله با روحانیونی است که خطاکارند، نه فرد مهندسی که دغدغه ظهور داره. گفتم دادگاه ویژه روحانیت اگر بخواد وظیفه ذاتی خودش انجام بده باید با اون روحانیونی مقابله بکنه که بر طبق فرمایش پیامبر هنگام ظهور و آشکار شدن بدعت‌ها از آشکار شدن علم خودشون جلوگیری میکنن، علم خودشون رو اظهار نمیکنن. اذا ظهرت البدع فعلى العالم ان یظهر علمه و من لم یفعل فعلیه لعنت الله. اینو پیغمبر فرموده. اگر قرار دادگاه بخواد با کسی راجع به این قضیه برخورد بکنه باید با اون روحانیون ملعونی برخورد بکنه که معتقدن این قضیه بدعته و سکوت کردن، نه با کسی که آقا میگه من در کرسی آزاد اندیشی حضور پیدا کردم از 7 روز 5 روزش در اختیار شماست، 1 روز ما هم میایم اونجا جواب شما رو میدیم. این که نمیشه که. گفتم جواب دادگاه ویژه با من، شما این موضوع امنیتی هست یا نیست؟ گفت بینی و بین الله موضوع امنیتی نیست. دادگاه ویژه اداره اطلاعات گفت ما با شما هیچ مشکل امنیتی نداریم. گفتم در جواب دادگاه ویژه با من. بعد دادگاه ما رو خواست، من رفتم و پیگیری کردم و دوباره به اداره اطلاعات گفتم آقا مگه با چیز؟ گفت تا شهریور با ما بوده، ما که باید گفتیم نکن. گفتم یعنی حضور در کرسی آزاد اندیشی از خرداد ماه تا شهریور ماه قانونی است، از شهریور ماه به بعد میشه غیر قانونی چون شما خوشت نمیاد. گفتم یعنی رهبری توی مملکت میگه شما تشکیل بدید، دعوت میکنه به کرسی آزاد اندیشی و بعد که حضور پیدا کردن میگه نه دیگه روتون رو زیاد نکنید، حق ندارید زیاد از اندیشاتون دفاع بکنید، پررو میشید، باید با شما روتون رو کم بکنید. این نظر رهبری است. گفتم رهبری که در حرم رضوی گفتن که هیچ کسی به خاطر بیان عقیده‌اش و اظهار نظر راجع به عقیده خودش زندانی نمیشه. اگر کسی ادعا بکنه دروغ میگه. یعنی شما زیر نظر رهبری هستید یا نه؟ خلاصه در دادگاه من به قاضی دادگاه گفتم که آقای قاضی من مهندسم، شما با چه حجت شرعی من رو دارید محاکمه میکنید؟ گفت رهبری به ما گفته. گفتم میتوانم حکم رهبری رو ببینم که بهشون گفت اینو به ما شفاهی گفته. گفتم به شما شفاهی گفته دادگاه ویژه بیاد من مهندس محاکمه بکنه، تهران آقای مهندس زجاجی رو دادگاه انقلاب محاکمه بکنه. رهبری در حکمش در قم و تهران متفاوته، در اهواز دادگاه انقلاب محاکمه بکنه، در قم دادگاه ویژه روحانیت. مگه من روحانی هستم؟ خب در قم میوه فروش هم محاکمه کرده بود. میوه فروش رو محاکمه کردن. بله میوه فروش رو محاکمه کردن. غیر از انشالله که دادگاه ویژه روحانیت به جایی که ساندویچ فروش رو محاکمه کردن الان عقیدتی داشته باشه، اونایی که زمین به نامشون میکنن با جعل امضا رو انشالله دعوت کنه رسیدگی کنه. حالا زمین بگذاریم این محکومیت که الان مشغول هست انشالله که رفع بشه. صرفاً ببینید من میخوام بگم که قرآن کریم میفرماید و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الفاسقون. اگر اون قاضی بر مبنای ما انزل الله حکم داده، مستند شده که کجای قرآن و کجای احادیث اهل بیت یا خداوند فرمان داده مخالف عقیدتی خودتون زندان بکنید. این رو بگید کجاست. بنده رفتم به مدعی یمانی بررسی کردم، دیدم راست میگه.
میگه چون شما گفتی راست میگه بنابراین عضو شدی، بنابراین چون عضو شدی مجرمی. گفتم این حرفا رو بریز دور. من جز اینی که رفتم تایید کردم که نشانه ها بر اون منطبقه، کار دیگری نکردم. خب قدم اول این که با نظام هیچ مشکلی ندارید. دو اینکه شما مؤمن به ائمه اثناعشر و همین منابع شیعی هستین که علائم ظهور گفته. مشکل علائم ظهور. خب با شیخ مهدی بسیج عزیز محمد با شیخ محمد بسیج عزیز فرض بشیم 20 نفر چی شده تا حالا تقریبا اون موقعی که دستگیرشون کردن، حالا اکثرشون چون نزدیک 14-15 نفرشون دیگه ترسیدن یا اینکه مثلا کنار گذاشتن یمانی و دعوت یمانی رو. ولی خب ما گفتیم اگر به اصطلاح جریان حق ما پاش می‌ایستیم و اینطور نیستش که مثلا به راحتی رو با یه دستگیری بخوایم تا پس بکشیم. کار ندارم. خلاصه این گذشت تا من اومدم قم و ازدواج کردم توی قم و توی قم من دستگیر کردن مدتی بعد و به همین جرمی که شما به اصطلاح به یمانی اعتقاد داری و یمانی به قول معروف کسی هستش که ما قبولش نداریم، دعوت انحرافی و این حرفا. یعنی به عنوان عضویت، به عنوان عضویت 7 سال و نیم به عنوان عضویت. آره 7 سال و نیم ماده 499 قانون مجازات اسلامی که حالا مضمونش این هستش. دو قسمت باشه. ماده 498 سالش مال عضویت باشه مثلا. یه ماده هم توش نمیدونم اضافه کردن تبصره‌ای بود نمیدونم چطور بود که خلاصه که گروهی که هدفش برهم زدن امنیت کشوره، گفتن شما عضو گروهی شدید که هدفش برهم زدن امنیت کشور. ما گفتیم اولا که 99 سابق. آره الان تو مکرر دیگه قصه گسترده‌تر شده. تغییر دادن. یعنی رسما حالا اونجایی که گروه برانداز میشه یا امنیت رو هم بزنه، الان گروه حوزه اندیشه شده. آره الان که دیگه حالت اعتقاد، یعنی اعتقاد داشته باشید دستگیر. این مجلس جدید دیگه اعتقادم قاطیش کرد. یعنی همه فرق مذهبی از فرقه‌های چهارگانه اهل تسنن و نمیدونم دراویش، زیدیه، واقفیه، اسماعیلیه، همه اینا رو باید حفظ کنن. هر کسی بله پیغمبر گفت امت من به 73 فرقه تقسیم میشن، 72 تاشون اهل آتشن، یکیشون فرقه ناجیه است. فرقه ناجیه مورد نظر اینها 72 فرقه باطل رو میفرسته زندان. خب حالا ما حقیقتش قبل از اینکه این قضیه رو بپذیریم مطالعه می‌کردیم حرفای رهبری، حرفای به اصطلاح آقای مطهری، شهید مطهری، اینها خب چیزایی که بود این بود. مثلا کتاب آینده انقلاب اسلامی فکر کنم این درست میگم، چیزایی مثلا توش خوندیم که اعتماد کردیم دیگه. گفتن که مثلا توی انقلاب اسلامی، توی اصطلاح دولت جمهوری اسلامی، نظام اسلامی مردم رو خاطر اعتقادشون نمیگیرن، بلکه حتی مثلا ما با کمونیست‌ها میشینیم بحث می‌کنیم، مناظره می‌کنیم و این حرفا زیاده و دیگه پذیرفتیم. حتی شهید مطهری یادم یه جمله‌ای داره که میگه امام علی علیه السلام وقتی خوارج از شیعیان امام علی بودن، شیعی امام علی علیه السلام بودن، تو جنگ صفین بودن، تو جنگ جمل بودن و وقتی حالا خلاصه امام علی رو میذارن کنار، خروج میکنن علیهش، حتی تا زمانی که قیام نکردن میومدن تو مسجد بهش توهین میکردن. یعنی تو مسجد کوفه میومدن خوارج به امام علی توهین میکردن، امام علی باشون کاری نداشت، تا اینکه اونها خروج کردن علیه امام علی علیه السلام. اون موقع امام علی علیه السلام باشون جنگید، حتی نه جنگید، اول باشون بحث کرد، ابن عباس رو فرستاد، تبلیغشون کرد، صحبت کرد باشون. بعدن که دیگه دوستان جمعیت رو با صحبت برگردوند. بله. حالا خلاصه عرض کنم که یعنی این برخورد حاکم اسلامی خب الگوی امام علی علیه السلام باید این باشه، ولی خب تا الان که اینطور نبوده. و اینکه من عرض کنم سال 97 من دستگیر کردم، وزارت اطلاعات خب دستگیرم کردن و خیلی باشون صحبت کردم که آقا ما نظام جمهوری اسلامی رو نظام شیعی میدونیم که خب طبعا بهتر از حکومت مثلا دجال آمریکاست، بهتر از حکومت سفیانی و وهابی. قطعا این حکومت نزدیکتر به ظهور و خود شعار این حکومت هم زمینه‌سازی برای ظهور بوده و ما امنیتش رو میخوایم. یعنی شما بگید چجوری امنیتش حفظ میشه، ما انجام بدیم و مثلا
خدمت شما عرض کنم که کاری کنیم که امنیتش بیشتر بشه. اقتدارش رو ما میخوایم. این همه بیانیه‌های مکتب سید احمد حسن هست در نجف و خود سید احمد حسن بارها فرمودن این کلام رو. و اینکه شما اگر خداوند بخواد و به اصطلاح خودتون بهره‌ای که میتونید داشته باشید رو از دست ندید، میتونید خراسانی باشید، در ظهور نقش اساسی داشته باشید. و کلمات متعددی که حالا معروف هست و منتشر شده بارها، اینها رو براشون توضیح دادم. ولی با این حال اونها با یعنی مشکلشون امنیت و به اصطلاح براندازی نبوده ظاهرا. این قانون جدید 500 مکرر هم که فرمودید میگه شما چون اعتقادتون متفاوته ما دستگیرتون میکنیم، چون شیعیانی هستید که اعتقادتون متفاوته. یعنی با این مبنا باید اهل سنت با توجهی که شما از قضا حتی به عنوان مرجع تغییرتون رهبری بود. بله قبل از خب بگم یعنی در واقع قطعاً معارض نظام نبودید، بر اندازم که الان هم نیستید. بله. من میخوام امنیتیش رو اول بذارم کنار، باشه عقیدتی و بعد عقیدتی رو بیام ببینیم با عقیده چه کار باید کرد. ما اون چیزی که تجربه کردیم یه فرضی میگیریم که یک اندیشه باطل 100% و طرف مقابلش هم 100% حق، اما باید این گفتگو شکل بگیره. یا ائمه هدی پیامبر از شأن اسلام با کی طرف بودن؟ اون جایگاهی که در نزدیک به عرش الهی است و فکان قاب قوسین و ادنی، یعنی اون عقل کل است، انسان کامل است. این برم عرب بادینشی که سواد ندید چی نداره، با این میشه پیامبر صحبت میکنه. آقایون رو دعوت کردیم، یکی میگه ایشون تحصیلات دانشگاهی نداره به درد نمیخوره، اون یکی میگه نمیفهمم چی میگم. یعنی دونه دونه این بحثا داریم. من میخوام از طرفین اینو بخوام اینجا که این مسئله تا وقتی میگیرید و میبندید و زندان میکنید حل نمیشه، باید بشین صحبت کنید. منی که میخوام تحقیق کنم نه یمانی هستم نه ضد یمانی، باید این دوتا رو ببینم، بشنوم، نتیجه بگیرم. تو این 4 سال فریاد حل مبارز رو تو گروه مهدویت سر دادیم، حل معلم ببخشید، گفتیم معلم بیاد ما یاد بده. آقایون قم، مشهد و جاهای دیگه تازه فهمیدن که مهدویت کار نکرد. حتی اون جاهایی هم که داره بودجه میگیره برای این کار درست کار نکردن. یعنی میان به معرکه‌ای که میخواد مناظره بشه، این که میخواد یه روایت بخونه بیاد بگه بعدم رد شه، بعدم بگه یمانی بعد از امام زمان میاد و از علائم ظهور بعد از ظهور میاد، خب اون که به ارزش نداره. اونی که بتواند یک موضوع بررسی کنه. ما توی این مدت 4 سال 1-2 موضوع خوب بررسی شد، مثل معجزه قاهره که طولانی شد ولی ازش چیزای قشنگی در اومد. حالا دعوت ما اینه، یکی اینکه عزیزان یمانیون اینا با صدای بلند بگن، یعنی آقای جوکار من ازشون تقاضا این بوده بود بگید آقا ما معارض نظام نیستیم، کاری با نظام نداریم، ما منتظر امام زمان ارواحنا فدا هستیم. اینو هی تکرار کنید، چون بالاخره بعضی‌ها به اشتباه تندی‌های قبلا کردن که پای همه نوشته شده. اگه امروز شما زندانید به خاطر تندی بعضی‌ها قبلا. اینو باید با صدای بلند اصلاح بشه که آقا همچین چیزی نیست، ما تعارض با نظام نداریم و حتی این بستر قدرت شیعی رو لازم بدیم برای تشکیل سازمان در اینجا. دومیش که واقعا دعوت کنیم و بشیم به گفتگو، یعنی معارضه نشیم. تا این ورشون من شهادت میدم یمانیون همیشه اگر زندان نبودن و شمشیر داموکلیس بالا سرشون نبود و این قضایی نبوده همه میگن ما آماده‌ایم. یعنی همین امروز آقای جوکار میگفت هر وقت کسی رو پیدا کردید آقایون صحبت کنید، من آمادم در هر جا خواستن گفتگو کنیم نتیجه بگیریم. آقای جوکار آماده است، آقای موسوی که هر روز میگه من آمادم، آقای کاندل که هر روز گفته آمادم. یعنی از طرف یمانیون آمادگی برای بحث علمی و گفتگو همیشه بوده و طرف مقابل من ندیدم. یعنی اگر میگن واقعی نیست، چون وقتی میان به هم میزنن زیر میز، ما به زحمت میان مهرات رو میچینی، 2 تا حرکت انجام میدی طرف میبینه نه کم میاد تو بازی میزنه زیر میز. همیشه همینطور بود. من تقاضا میده شما اونجوری منعکس کنید، برای همینی که امشب شاید منعکس میکنیم با همون 2 اصلی که طبیعتا هیچ کدوم معارض نظام نیستن. اتفاقا نظام رو یک هم
جبهه میدونن در مقابل سفیانی. میگه همونطور که نظام باید با سفیانی بجنگیم ما هم داریم میجنگیم و آمادگی علمی هم هست. بحث علمی حالا انشاءالله ما الان از اینجا حرکت کنیم بریم مرکز تخصصی مهدویت. خب بالاخره نظام داره بودجه میده، هزینه میده که این کارا رو بکنن و انتظار اینه که این کارا رو اونا بکنن. وظیفه ما نیست تو گروه مهدویت این بساط رو بذاریم. ما که بودجه نداریم، هیچی، 1 ریال بودجه نداریم، باید از معاشمون هم بزنیم بیام اینجا. تو که داری بودجه میگیری، معاشت همینه این کارو بکنی، انتظار اینه که تو انجام بدی. عزیزی که داری از مقابله با یمانیون پول در میاری، روزی میخوری، نون سر سفرت میبری، خب واقعا درست بیا مقابله کن، بیا قشنگ بحث علمی کن، ماها رو هم هدایت کن، مردانه و جوان مردانه. نونشون میخوری لااقل حلال کن اون نونو، بیا قشنگ این کار علمی کن. من ندیدم فراری هستن. آره من انشالله امروز میرم بحثم با مرکز تخصصی مهدویت که بودجه خوبی هم از نظام داره، بگم که آقا شما تکلیفتون رو انجام نمیدید. اذا ظهرت البدع فی امتی فلیظهر العالم علمه فمن لم یفعل فعلیه لعنت الله. اگر شما اظهار علم نکنید مشمول لعنت الهی هستید. حالا این بودجه هم نگیرید باید اظهار علم کنید. وای به حال اینکه بودجه بگیرید 2 تا لعنت داره. یک، تکلیف در اظهار علم در مقابل بدعت انجام ندادی. دوم، حقوق گرفتی کارتو انجام ندادی. این بیت المال رو گرفتی کارتو انجام ندادی. 2 تا فعل حرام انجام دادی. انشالله ما بریم امروز حجت رو تموم کنیم. اگر انشالله باز شد نشد که ما ادامه میدیم و به شما هم میگیم فاستقم کما امرت و من تاب معک. باید ادامه داد. بلا تأخذه فی الله لومة لائم. اون چیزیست که امیرالمومنین در واقع در تمام مسیر بیش از همه، بعد از پیامبر بیش از همه حضرت امیر مورد حجم واقع شد، سرزنش واقع شد، هر چه خواستن سب و لعن کردن تا سال 98 که عمر بن عبدالعزیز محل کرد. ولی حضرت هیچ وقت معلوم نشد، سرد نشد، تا آخر ایستاد دیگه. انشالله که ما شما رو در حبس نبینیم. امیدوارم اینها سر عقل بیاد. ما این بحثا رو ادامه میدیم. البته همیشه هم میگم از خانواده ها اجازه میگیریم. ما به این علی آقا گفتم ببین ما سختی ها رو شما میکشید، ما یه خبر پخش کنیم وقتی شما بخوام ما رسانه پخش میکنیم، وگرنه اگر یه خبر ما پخش کنیم بعد تلفن رو زندان قطع کنیم با خانواده وصل نشه، خب ما واقعا شرمنده میشیم. و همین قضیه باعث شده چند روزی تلفن ها قطع شد. نمیخوام خدای نکرده اذیت بشید و دستور هم همینه، سیره ائمه هم همینه. الان هم که انشالله باید ما برای امام زمان خودمون نگه داریم. بنا نیستش که از ماها زندان باشیم، باید همه خودمون رو برای مولای ما و صاحب ما نگه داریم. چپ از راست بدتر، اپوزیسیون از هر دو بدتر. برای هیچ کدوم از اینا کسی زندان نره که اون سر دم پولستراس هیچ کدوم این دست ما نمیگیرن. اگه بناس کسی دستمون بگیره، مولای ما و صاحب ما زمان المفدا هست، فاطمه زهرا سلام الله علیها است. ان شاءالله که زندان نبینیمتون، بیان و کار کنیم و آماده شیم ان شاءالله. اگه فرمایش پایانی هست در خدمت هستیم و امشب هم که این رو سریع بفرستیم برای جلسه مهدویت امشب. کلام پایانی خیلی تشکر میکنم ازتون. امیدوارم که حالا نتیجه داشته باشه. نتیجه این گفتگوها فشار بیشتر نباشه و که انشاءالله گشایش و فرجی باشه. من از شما خیلی تشکر میکنم. تشکر انشاءالله. شما بفرمایید. من میخوام که در چند جمله خدمت رهبری عرض بکنم که ایشون مسئول هستند وقتی که از مردم دعوت میکنن برای کرسی آزاد اندیشی، امنیت اون فردی که لبیک گفته به دعوت ایشون رو تضمین بکنن. نمیشه که رهبری دعوت بکنه ای مردم تشریف بیارید کرسی آزاد اندیشی، بعد دادگاه ویژه روحانیت که زیر نظر مستقیم ایشون هست بیاد فرد غیر روحانی رو برای بار سوم محاکمه بکنه و ایشون فقط تماشاچی باشن. من گمان میکنم این قضیه
باعث بشه که اگر ایشون سکوت بکنن یا بی تفاوت باشن، صداقت و امانت و به هر حال عدالتشون نزد پیروان و مریدان خودشون خدشه جدی وارد بشه. این از انصاف و از مروت و از تقوا به دور هست که دعوت بکنی و تضمین بکنی امنیت رو و بعد خلافش انجام بشه و مطلع بشی و دست روی دست بگذاری. من تقاضا میکنم که ایشون سکوت نکنن، اقدام بکنن و خاطیان رو هم مجازات بکنن، نه اینکه فقط بنده رو دستور بدن آزاد بشن. خاطیانی که در این زمینه خطا کردن خلاف قانون و خلاف شرع، اونها رو به هر حال تنبیه بکنن که دوباره این بساط به هر حال امر غیر شرعی که مخالف دعوت همه پیامبران هست و موافق روش همه جباران هست. قالوا لئن لم تنتهوا لنرجمنکم ولیمسنکم منا عذاب علیم. فرعون به سحره چی گفت؟ آمنت قبل ان آذن لکم، قبل از اینکه من اجازه بدم به موسی علیه السلام ایمان آوردید. انی اخاف علیکم آمنتم قبل ان آذن لکم، بعد میگه لأقطعن ایدیکم و ارجلکم من خلاف و لأصلبنکم من جذوع النخل. شما رو به دار میزنم و دست و پاتون من خلاف کرد. اون در حوزه اندیشه ظالم اینه. ما اینو برای محاربه داریم در قرآن، اما فرعون برای اندیشه است. آمنتم قبل ان آذن لکم، قبل از اینکه من بهتون اجازه بدم. ایمان جنسش اجازه‌ای نیست، باور است، اندیشه است، کارش نمیشه کرد. اما یکی میگه آقا قرآن هم برای محاربین داره. ان الذين يحاربون في الله و رسوله يحاربون الله و رسوله و يفسدون في الارض. ان الذين يحاربون الله و رسوله و يفسدون في الارض. محاربه هم شرایط مشخصه، شمشیر رو بکشه، نه هر کسی، مخافت الناس باشه، یعنی واقعا جامعه امنیتش به هم بخوره. نمیشه قبل از جنایت شمشیر بکشه. نه قصاص قبل از جنایت نداریم ما در دین. ما انی اخاف علیکم من دینکم او ان یظهر فی الارض الفساد. فرعون گفت که من بر دین شما میترسم. فرعون بر دین یهود میترسه، بنی اسرائیل میترسه و میترسه که موسی فساد بکنه. این واقعا خنده‌داره که کسی داعیه‌دار صلاح باشه که خودش مفسده. آقا اگر دادگاه ویژه روحانیت قرار هست با فساد مبارزه بکنه، مبناش باید شرع باشه. و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الفاسقون. شرع گفته هر کسی در بدعت‌ها اظهار علم نکرد لعنت خدا بر او باد. یعنی وظیفه دادگاه اینه که اون علمایی که میگن این قضیه بدعته رو ریششون رو محکم بگیره و بگید چرا یالا اظهار علم نمی‌کنید در این بدعت؟ این بدعت وظیفه دارید، تکلیف دارید، وگرنه لعنت خدا بر شما باد. خب ما ختمش کنیم با این طنز معروفی که میگن در اینجا آزادی بیان هست، آزادی بعد از بیان نیست. اما در مورد آقای کهندل ما دفعه اول آزادی بیان بود، آزادی بعد از بیان نبود. دفعه دوم آزادی قبل از بیان هم نبود. قبل از اینکه برن مناظره دستگیر شدن. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان و جعلنا من اعوانه و انصاره و شیعته و موالیه.